نعمان بن بشير أبو عبد الله نعمان بن بشير بن سعد. نعمان بن بشير بن سعد، نام پدرش بشير بن سعد و نعمان بن بشير بن سعد الخزرجی انصاری رضی الله تعالی عنه. خودش و پدرش چی گفتیم؟ یعنی صحابی. خودش و پدرش چی؟ صحابی. و مادرش عمره بنت رواحه، خواهری که میشد، یعنی خواهر عبدالله ابن رواحه. خواهر عبدالله ابن رواحه یعنی که میشد این جیام میشد. شاعر رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن رواحه که میشد، یعنی این صحابی جلیل جیام میشد. و نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی و ارضاه صحابی مشهور، یعنی از رسول صلی الله علیه وسلم یک چند حدیث های شنیدگی مثل همجاندن سمعتو شنیدم میگوید، یعنی از رسول صلی الله علیه وسلم، یعنی وقت رسول صلی الله علیه وسلم که از صحابه خردسال بود و همه خیلی چه صحابی مشهور بود. و بعد از وفات رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی چی میشد؟ یعنی وقتی معاویه رضی الله تعالی عنه والی حمص بود. حمص یعنی حمص که ولایت شام حمص چی بود؟ یعنی والی بود. سال 65 وقتی که یعنی بعد از که معاویه رضی الله تعالی عنه وفات کردنش، بعد معاویه یزید میبیاد، حکومت به یزید ابن معاویه میبیاد. بعد از یزید معاویه ابن یزید ابن معاویه میبیاد. ثم بعد از وی شدنش که میبیاد، یعنی مروان ابن حکم میبیاد. مروان ابن حکم چی میکند؟ یعنی میخواست که یعنی چیه این حالتنده بعد از زمین که یعنی مکه به چه خلافه که پیدا شد، خلافه عبدالله ابن زبیر، یعنی یمن، مکه، مدینه، عراق، خراسان، اینا همش چه، یعنی حتی مصر، حتی شام خودش، حتی شام یعنی مصر، حتی دمشق، پایتخت شام دمشق که گفتیم، یعنی ضحاک ابن قیس، ضحاک ابن قیس رضی الله تعالی عنه، همین چی میشد؟ یعنی همش تابعی که میشد عبدالله ابن زبیر میشد. وقتی که مروان ابن حکم یعنی چی مکه به نزد ابن زبیر با اومده بیعت دادن میشد، همیننده که میبرد اره عبیدالله ابن زیاد ابن ابیه اومده چی میکند؟ یعنی سونی میگوید که المهم که به مروان میگه که خودت مثلا خلافه دعوا کرد. به همین سونه چی جنگ میشد بین قیس، ضحاک ابن قیس والد دمشق و دیگر. خب یعنی المهم هم وقتنده چی نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه چی میشد؟ کشته میشد. همین سال 65 کشته میشد رضی الله تعالی و ارضاه. سال 65 چی میشد؟ یعنی کشته میشد همین رضی الله تعالی و ارضاه.